سلام فرشته های زمینی، به خونه خودتون خوش اومدین. من دینا هستم و میخوام براتون یه قسمت دیگه از مجموعه کتاب های تخیلی و بامزه مستر منو بخونم. این قسمت اسمش هست آقا کوچولوی آروم یا ساکت. این قصه رو مامان مهربون زهرا کوچولو که 3 سالشه و امیرعلی عزیزم که 10 سالشه و ساکن تهران هستن و بهشون تقدیم میکنه و منم با افتخار و عشق براشون دلی میخونم. بریم که با همدیگه لذت ببریم. این قسمت آقای آروم. آقا کوچولوی آروم قصه ما توی خونه کوچولو وسط یه شهر پر سر و صدا زندگی میکرد. اونجا خیلی سر صدا بود و آقای آروم از این حالت ناراحت بود. تو اون شهر حتی سگ‌ها به جای واق واق کردن فقط فریاد می‌زدن و آقای کوچولوی آروم نمیدونست دلیلش چیه. موشا هم همینطور. موشا همیشه در حال داد و بیداد و سر صدا کردن بودن و آقای آروم از این موضوع اصلا خوشش نمی اومد، چون خودش آروم بود و دوست داشت همه چی براش آروم باشه. آقا کوچولوی آروم قصه ما دوست داشت همیشه تو آرامش و سکوت باشه. برای همین همیشه ترجیح میداد تو خونه چوبی کوچولوش بمونه و بیرون نره، چون بیرون پر از سر صدا و همهمه بود و این اونو اذیت میکرد. مثلا وقتی که توی سوپرمارکت به فروشنده داره توضیح میده که چی میخواد، اون با داد بهش میگه که بلندتر حرف بزن، من نمیفهمم تو چی میگی، و آقای آروم خیلی تعجب میکنه. و وقتی که نتونست به فروشنده بگه که چی میخواد و اونم متوجه حرفش نشد، با ناراحتی به خونش برگشت و از اینکه مردم حرفشو نمیفهمیدن و همه میخوان فقط داد بزنن خیلی غمگین بود. فردای اون روز وقتی که باز به قصابی محلشون رفت تا گوش بگیره، وقتی داره آروم میگه من یکم گوش میخوام، قصاب محلشون داد میزنه که بلندتر حرف بزن، من اصلا نمیفهمم تو چی میگی. بازم آقای آروم نتونست کارشو انجام بده و با ناامیدی دوباره برگشت. با ناراحتی داشت با خودش فکر میکرد چرا مردم موقع حرف زدن فقط باید داد بزنن، وقتی که من اینقدر آروم صحبت میکنم چرا حرفای منو متوجه نمیشن. آقای آروم کوچولوی ما شب و گرسنه خوابید، چون نتونست هیچی برای خودش بخره و کسی حرفای اونو نمیفهمید، چون که اون خیلی آروم بود و با آرومی حرف میزد. ولی مردم اون شهری که آقای آروم توش زندگی میکردن همه داد میزدن و بلند حرف میزدن و آقای آروم داشت فکر میکرد که چی کار باید بکنه که بتونه کارشو را بندازه و از این حس و حالی که غمگینه بیرون بیاد. یه دفعه دید زنگ خونهشون به صدا در اومد. رفت جلوی در، دید آقای پستچی مهربون یه نامه براش داره. آقای آروم خیلی خوشحال شد، چون تا حالا هیچ نامه‌ای رو از کسی دریافت نکرده بود. وقتی که رفت نامه رو باز کرد، دید که آقای خوشحال براش یه دعوتنامه فرستاده و اونو به شهر خوشحالی دعوت کرده. آقای کوچولو به سرعت چمدونشو بست و با خوشحالی خیلی زیاد حرکت کرد به سمت دوستش آقای خوشحال تا بره از این حال و هوا در بیاد و خوشحالتر بشه. وقتی که به خونه آقای خوشحال رسید، در خونه اونو زد و آقای خوشحال با خوشرویی و مهربونی و لبخند در رو به روش باز کرد و ازش استقبال خوبی کرد. آقای آروم خیلی خوشحال بود، برای اینکه بعد از مدت‌ها داشت یه آرامش و لبخندی رو میدید که همیشه اونو دوست داشت و آرزو میکرد. آقای خوشحال یه شام خیلی عالی برای آقای آروم درست کرده بود و با هم دیگه خوردن و کلی لذت بردن و با هم صحبت کردن. آقای خوشحال به آقای آروم پیشنهاد داد تو باید محل زندگی تو عوض کنی، چون از جایی که راضی نیستی باید اونجا دور باشی و بیای پیش ما تو شهر خوشحال زندگی کنی و اینجا میتونم برات یه کار خیلی مناسبم برات پیدا کنم.
آقای آروم از این پیشنهاد به شدت خوشحال شد و قبول کرد که بیاد با آقای خوشحال تو این شهر خوشحالی زندگی کنه. آقای خوشحال برای آقای آروم یه پیشنهاد کار داشت که توی کتابخونه کار کنه. میدونید که تو کتابخونه همه باید آروم و ساکت باشن و هیچ کس نباید سر صدا کنه و آقای آروم قصه ما از این کار بسیار بسیار راضی بود و لبخند به لباش دوباره برگشت و از زندگی شاد و خوشحال بود. اینم از قصه امروز ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا قسمت‌های بعدی این مجموعه به خدا می سپارمتون. دوستتون دارم.